خب اینا ریبوزوم های آزاده و این جیگرها هم ریبوزوم های روی شبکه اندوپلاسمی. حالا کارشون چیه؟ چه فرقی با هم دارن؟ این ریبوزوم آزاد هست. پروتئین ساخته شده در اون میتونه به جای مختلفی بره، از جمله میتوکندری، هسته، کلوروپلاست و آزاد در سیتوپلاست. حالا سوال اینجاست، آیا هر پروتئین در سیتوپلاست از رانوتن‌های آزاد است؟ آیا پروتئین هایی که در قشای یک سلول است از ریبوزوم های همان سلول ساخته شده؟ پاسخ نه. چطور؟ فرض میگیریم این سلول کشنده طبیعیه، نوع اول، و این هم یک سلول سرطانیه، نوع دوم. رانوتن‌های روی شبکه اندوپلاسمی در یاخت لنفاسید طبیعی آنزیم مرگ برنامه‌ریزی شده را میسازند و به داخل سلول سرطانی میفرستند. پس هر پروتئینی که در سیتوپلاسم هست توسط رانوتن‌های آزاد ساخته نشده.